با سلام و درود خدمت شما دوستان و بینندگان عزیز. در این ویدیو به آموزش کنترل آب و یا هیدروکینزی میپردازیم. هیدروکینزی یک توانایی برای حرکت دادن آب و مایعات با استفاده از ذهن میباشد. مقدار آب در بدن انسان حدود 65% میباشد و این باعث میشود که با آب به راحتی ارتباط برقرار کرد. برای حرکت دادن آب شما نیازمند این هستید که حس کنید آب بخشی از بدن شما و شما نیز بخشی از آب هستید و حس کنید نیروی قوی بین شما و آب برقرار شده. و این قانون مهم در تمام کینزی ها هستش که باید رعایت بشه. از آنجا که بیشتر بدن انسان رو آب تشکیل داده، ارتباط برقرار کردن با آب رو راحت تر میکنه. دو نکته مهم رو در این آموزش باید بهش توجه کنید: صبر و تلاش. این مراحل رو برای حرکت و کنترل آب قدم به قدم با ما دنبال کنید. مرحله اول، شما در این مرحله نیازمند یک کاسه هستید که اون رو با آب ولرم پر کنید. سپس باید محل ساکت و آرام رو برای انجام این تمرین انتخاب کنید. مرحله دو، مدیتیشن. شما باید 5 تا 10 دقیقه تن‌آرامی داشته باشید، به طوری که آرامش کامل رو در ماهیچه‌ها و ذهن احساس کنید و بدنتان رها باشد. این نکته رو توجه کنید که بدن و ذهن نباید دارای هیچ گونه تنش و نگرانی در خود باشد. باید به صورت کامل به ریلکسیشن برسید. مرحله 3، مرحله ارتباط برقرار کردن. روبروی ظرف آبی که پر کرده اید بنشینید. روی این تمرکز کنید که آب و حالتی که در اون هست رو درک میکنید، مثلا درجه حرارت و وزن آب. در طی این مرحله آب رو پی در پی لمس کنید. سپس شما باید ارتباطی رو بین خودتون و آب ایجاد کنید و تمرکز کنید به حالت آب و تصور کنید که آب بخشی از بدن شماست و شما هم بخشی از آب هستید. بعد از چند دقیقه احساس فوق‌العاده‌ای بین شما و آب برقرار می شود و حالا نوبت به این میرسه که آب رو به حرکت در بیارید. در این قسمت مراحل مختلف به حرکت درآوردن آب رو برای شما دوستان عزیز شرح میدیم. توجه داشته باشید که استاد شدن در کینزی ها نیازمند تلاش و صبر می باشد. مرحله اول، به آرامی نوک انگشتان خود را روی سطح آب ببرید و آن را لمس کنید. تلاش کنید که موج را در آب ایجاد کنید. وقتی که ارتباط کامل برقرار شد، شما برای حرکت دادن آب آماده اید. با انگشتان خود با آب ارتباط برقرار کنید و تمرکز کنید. برای حرکت دادن آب تصور کنید حرکت دادن آب راحت‌تر از حرکت دادن دستان خود می باشد، تا آنجا که باعث ایجاد ارتباط قوی بین شما و آب شود. برای ایجاد ارتباط شما میتونید چشماتون رو برای چند لحظه ببندید و تجسم کنید که آب حرکت میکنه و اجازه دهید که انرژی های دست و بدن شما با آب هم ارتعاش بشه. آب رو با انرژی بدن خودتون به حرکت در بیارید و در آب موجی ایجاد کنید و تجسم خودتون رو تا زمانی که دیدید آب به حرکت در می آید ادامه دهید. این کار شاید برای اولین بار و شاید چند بار نتیجه نده و موفق شدن نیازمند پشتکار و صبر می باشد. مرحله دوم، برای این تمرین نیازمند 1 لیوان آب هستید. برای چرخش آب انگشت خود را در آب ببرید و آن را به این حالت در بیاورید تا چرخش آب قوی تر شود. سپس صبر کنید تا آب بی حرکت شود و سپس باید با ذهن خود در آب چرخش را ایجاد کنید. چشماتون رو ببندید و تصور کنید که چرخش در آب ایجاد می شود و چرخش آب را حس کنید. با این کار ارتباط قوی بین شما و آب ایجاد می شود. بعد از این مرحله که ارتباط قوی ایجاد شد، چشماتون رو باز کنید و به آب با ذهنتون نیرو وارد کنید و آن را به حرکت در بیاورید. مرحله 3، روبروی کاسه آب بنشینید و دستاتون رو روی کاسه نگه دارید، به حدی که دستهای شما با آب فاصله کمی داشته باشد. تصور کنید که آب بخشی از بدن شما می باشد. با نوک انگشتان خود آن را لمس کنید و سپس با ذهن خود تلاش کنید حرکت و لرزش را روی آب ایجاد کنید. شما می توانید هر چند لحظه یک بار با انگشتان خود سطح آب را لمس کنید برای قوی تر کردن ارتباطتون با آب و سپس سعی کنید با ذهنتون آب رو به حرکت در بیاورید. مرحله 4، ایجاد آب. این مرحله از سخت‌ترین مراحل هیدروکینزی می باشد. هوای اطراف ما دارای ذرات کوچک آب می باشد. دستاتون رو به این حالت روبروی خودتون قرار دهید و در فضای بین دستانتان تمرکز و سپس چشمانتان را ببندید
و ذرات آب را در بین دستانتان تجسم کنید. چشمانتان را باز کنید و در فضای بین دستانتان تمرکز کنید و با انرژی هایی که از بدنتان می آید و از دستتان خارج می شود مولکول های آب را کنترل کنید. بعد از مدتی مایع در بین دستانتان شروع به شکل گیری می کند و توجه کنید این مرحله سخت‌ترین مرحله در هیدروکینزی است. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. برای اطلاع از ویدیوهای ما کانال رو سابسکرایب کنید و برای حمایت ویدیو رو لایک کنید. خوشحال میشم نظرات و پیشنهاداتتون رو برای من کامنت کنید.